دادگاهی شهر دوشنبه شکایت دادگاهی پیوندان کبیر کبیرов پسر مالکی بازار سلطانی کبیر را رد کرد. پسر این فردی ثروتمند بر نقش داشتن در یک صدمه مرگبار گناهکار دانسته شده است. سید محمود شریفов حمایتگری کبیر کبیرov ҳаштуним сол ҳукми додгоҳи Исмоили Сомониро ҷазои сахт мешуморад. جنایت از بی‌احتیاطی خودش جزا را از 5 تا 10 سال پیش بینی کرده. وقتی که طبق خلافات ما در 61 بکننده جزا باری اول استحقاق پشیمانی یا مثلا ضرر جبردار پرداخت کردن خاطی در ضرر جبردن نیست. یک به واسطه همدردی بیان کردن دیگه پشیمانی داره و باری اول انا واگنای خود اختیار گفته همین حالتو خو همچون حالتو ثابت کننده به هر حال سودی محله هستم اخت نظر ما مویا جزای وزین تعیین کرده برای که ابوچنا جنایت ای بی‌احتیاطی کشی قصدن نیست کو. پسر مالکی بازار سلطانی کبیر شب 23 مارس در خیابان مرکزی دوشنبه با خودروی تمغه لکسوس به صدمه دچار شد. در نتیجه آن 2 نفر از همراهانش که سید جعفر سیدов و نیکزود صوبیدین زاده 19 ساله بودند به هلاکت رسیدند. اما والدان نیکزود صوبیدین زاده حکم سودی اسماعیلی سامانی را سبک دانسته به دادگاه دوشنبه شکایت بردند. من راضی نیستم ای حکم سود، چون که در اینجا دو کس در گذشتگی با بخشش کبیر فرزندای ما پس نمیاد. بگذار قانون باشد، عدالت سودی باشد، هر چیزی که باشد در دایره قانون طلب داریم. مرافعه دادگاهی 28 آگوست پشت درهای بسته صورت گرفت. سالهای اخیر چند از صدمه ها با اشتراک فرزندان مقامداران تاجیک و افراد شناخته کشور رخ داده است. پرسر و صداترین آن سدامه رسول امان الله پسر امان الله حکومت الله راهبر پیشین دارای راه آهن تاجیکستان در سال 2013 بود. در این صدمه 3 نفر جان باختند. در تاجیکستان سالانه صدها نفر در صدمه های نقلیاتی جان می‌دهند و هزاران نفر دیگر زخمی و معیوب می‌شوند. در تقریبا 2 سال اخیر در تاجیکستان بر اثر صدمه های نقلیاتی بیش از 700 نفر جان باخته و بیش از 2300 تن دیگر مجروح شدند.